تونه فرزنداتونه عمک و تقایاتونه 16 نفری نکاح نمیرسیدگی را به یک روایت اهل اقاربتونه دست یاری دراز کنه. این خیلی 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 و 100 هزار دلار دیگه صندوق بجا کرده ایستاد. چی منفعت داشت؟ چی ثواب آورد؟ چی اجر مهنت آورد؟ همون را زمین کنه، باغ کنه، یک جای مهنت خانه کنه، کسب خانه کنه، تجارت خانه کنه، دکان کنه، مسافر خانه کنه، چای خانه کنه، یک چیزه، یا یک خانه استقامتی کنه، یک خیش پسر دختر عمه خاله تقای عمه بی خانه را برای بشنانه، بی صاحب بی کس بی نوار قرضدار بی خانمان و بی جاوپا. حالی هزار سنت کوارتیر یک خمنتر کوارتیر نمیتیا اینا من نه به هر یکی خطب بر بشینم. نه خیلی همین ما مسلمان میگن همین بغیر نماز روزه فقط دنیا باید جمع کنیم، فقط $4 جمع کنیم. من همین روز پیش از پیشین یک کشتم یک برادر حاجی داریم، گفت که یک برادر قدردان داشتیم، بسیار قدردان داشتیم، خدا رحمت شام کنه، گفت به شهادت رساندنش همین 3-4 سال نزدیک. و گفتم چا کرد؟ گفتی پولی بسیار داشت، برای پولای خودش کشتنش. قرض میگیره $1,000,000 $500,000  1 سال 2 سال آوردن نمیتونه. یک بار میپرسید، یک بار قسم میخوره، یک بار پگاه میگه، ماه دیگه میگه، سال دیگه میگه. این میگه برای بکشش پات خلاصی میام هر روز بیزور مکار. $20,000,000 گفت 10 برابر داشت. یه کپل کلو نداشت، $20,000,000 داشت. 40 کس حج رای کرده است. ایجام خستم گفت 40 کس حج رای کرده است. در چند قشلاق بود مسجد 5 وقته کرده است، در همون روی خطی همون اهل قشلاق گذرانده است، همون مسجد روی خط چیکی ای فلان خونه ای کپل ای فلان خونه ای کپل همون را راست کرده است، تیار کس داده است و برفته است بی نام و نشان. ای جای شیشتگیم راست کشتم گفتم خدا رحمت کنه، خدا درجه شهادتش داده باشه. این دنیا نمیشه کلان شد همین ناحیه خود مونده. پدر پل میچه پسرشونو میکشن، یا پیشتر پول بچه پدر ما بکشید در میلان زبان مانه بالای لنکروزر خودم برام، بالای افضل بالای زنده خودم باشم. این دنیا عاقبتش همینه. بعد کلان شد، بعد از اندازه بیرون شد. من برای همین با ما رنی، با دیگران رنی، با بیگانه رنی، با خیش تبار خودانه. اگر همت هدیه و همین خیلی لله دادن اگر همت نباشه، لله دادن نباشه، خیلی همون اجاره خیلی وقتنچه های با امیدی ثواب های با امیدی اجر. خیلی بین ما چقدر رفته ایش است. هر روز 1 تا و 2 تا و 3 تا رفته. در حق وطن دعا کنه، در حق ملت من دعا کنه. برادرها خیلی من شما را نمیدانم 20 ولایت روسیه را زیادتر شما گشتگیم الحمدلله. نیکی زبان یگان مردم بعد مردم عرب مثل فارسا و ما تاجیک زبانا در قرآن تازه نمیگرده، مثل ما و شما زبانش تازه نمیگرده. نباشه شاید در شهر 50 یا 100 یا 1000 حافظ قرآن داشته باشه، نه ترکشه نه تاتارشه نه اویغورشه نه دونگنشه نه دیگرشه. تازگی و جودت تلاوت قرآن بعد مردم عرب نجات. حتی عرب ها در تلاوت فارس زبانا عجب میکنن، حیرت میکنن، لذت میبرن. این نعمت نیست؟ این نعمت نیست؟ حاضر گفتیم این خداوند اگر نظری رحمتش یسری بو یا سوزن خدا رحم بکنه، از بالای خلق مخلوق یا موجود کنده شوه، او مخلوق برباد می شوه، او هلاک می شوه، او از فرعون هم فرعونتر زورتر می شود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دندان مبارک زدن شکستن، رخسار مبارک زدن خونشار کردن، بریدا و چادرشان خون رخسار را جمع کرد، نیکی دعای هلاکت نکرد. حضرت جبرائیل به دعا و سلام آمد، یا محمد ان الله یقرئک السلام، خدا بر تو سلام میگوید و میگوید زمین را فرمانش دادم بخواه دعا کنه همین زمین فرو ببره کسانی که دندان او را شهید کردن یا رخسار او را چفاندن و خونشار کردن. صحابگان گفتن یا رسول الله ریدا را بینماز کردی چرا؟ گفت خون پیغمبر اگر به زمین بچکه به اهل او زمین عذاب خدا نازل می شود، همه اینان هلاک می شوند. مبادا از نسل اینا 1000 سال پس یک مسلمان پیدا شود. در او زمان مسلمان نبودند،
اهل دین نبودن، اهل بت شرک کفر کافری و بدعت ضلالت بودن. نیکی گفت مبادا 1000 سال پس از ندیرگان اینها یک فرزند لا اله الا الله و محمد رسول الله با وجود بیاید. ما از مسلمان بینا روش نگردونه. مسلمان وکیل میرن فلان داملا یا قاری را بیار یا حاجی را یا سلامش کنیم یا کلمه بگه یا مسئلهش پرسیل یا آیات حدیث فراموش مینا. میگه او در کار تو که بیای اما گپ زدن نمیتونه. من هیچی بود که اومد تو او باشه نباشه هیچی انشالله. خدا نزد خدا کسی چیزی باشه، نزد خلق خدا چیزی نباشه. حضرت یوسف یه بار همون نجات یافت، همون کسی که گمان کرد که نجات یافت اینی اعصر و خمرن گفت با همون سردار من میبینم خوریدم که انگور گفشیده ایسه هم گفت تو میرای نیکی نقدی صاحبت پروردگارت من یادآور شم. بعد پشیمان شد و گریه کرد. و یک روایت 3 سال دیگه در بالای این یا 6 سال دیگه یا زیاد یا کم در بالای زندان با زندان شد. گفت های دریق ما ای خدای خالق المخلوقات ماندگی ای پادشاهی مجازی یاری فرستیده. همون سبب فراموش کردنش هم میگه همین گپ شد. آبی دیده حضرت یوسف علیه السلام زندان لای کرد میگه خاکشه. آرامی نداشت، نه شب نه روز، نه طاعت نه عبادت نه یاد خدا. یگان کسی که آرامش دادش نتانیست. پرسیدنش قریبای دیلش آرام دهنده های دیلش از 80 200 ساله موی سفیدا و جوانا و جوان مردا گفت خطای کردم پیش خدا چیزی از زبانم برآمد نباشه. مفسران میگویند که حضرت یوسف قصه قرآنی خداوند گفته است که ربی السجن احب الیه، خدایا زندان بهتر و خوبتر است برای من مما تدعوننی الیه، از آن چیزی که این زنها به سوی من دعوت میکنند. از ما برای شهوت خودمون میکشیم، برای حرام و در هلاکت غلطیدن خودمون برباد میکنیم، شاید پول و مال در حرام صرف و خرج کنیم. معاذ الله خدا پناه بتیه. مفسر میگوید که همین به خودش زندان طلب کرد. نباشه اگر میگفت خدایا نجات هم بده، پیغمبر خدا بود، در سین کودکی و طفلیش ارهاصات داشت، با خدا گپ میزد، با جبرائیل امین گپ میزد. نیکی گفتم اونجا برای چی میگه؟ بعضی مفسران میگن که برای که قضا و قدر علم حکمت خدا رفتگی بود که 3000 یا 100,000 زندانی مسلمان شود، لا اله الا الله و یوسف نبی الله گوید. برای همین طبیقه اونجا بردش، برای همین در زبانش همی گشت، در زبانش همی گشت. اگر با خدا گپ میزنه دوست خدا میگو خدا خلاصم کن تمام. این کار شوخی نیست. این در دنیا عجب است. این عالی شاید که ما در 100 سالها کسی ندیده است. وقتی که حضرت زلیخا رضی الله عنها را در حالت کفر کافری و مشرکی و بتپرستیشان عیبگیری کردن زنها و دخترهای کلان شونده و کلانا، گفت بیای او اوقات کرد، گپ میآید خبر میآید، ضیافت بسیار او اوقات بسیار کرد. پیش هر یک کدام انار یا سیب یا میوه که با کار ریزه کرده میشه و تخته آور و میوه در هر کدامش کاردای تیزی دیدم داد. بعد گفت که خارج شو بر اینها، بر بالای اینها. بعد که بیرون شد بعضیا 40 نفر، بعضیا 60 نفر، بعضیا 200 نفر حساب میکنن از کلان شونده های همون شهری کلان. بعد میگه که خارج شو، گفت برآمد. وقتی که دیدنش گفت کارچاد دستشون بودن، خیلی ما سای پوست بینیم. بعد دستا را بر ریزه کردن گرفتن، بعضیا 50 را، بعضیا تا کف میگه، بعضیا تا اینجا را، بعضیا تا اینجا را آمدن و اکبرنه، کلامش کردن حضرت یوسف. ما هذا بشر، این آدم نیست گفتن، هذا ملک کریم، این ملائکه بزرگ خداست به زمین آمده. این آدم نیست، این آدمی ذات نیست. هذا الذی لمتننی، همین از فه، همین از ذاته که دو ملامت کرده منه، عیبگیری کرده منه. دیدن که همه دستا تا اینجا، بعضیا تا اینجا، بعضیا تا اینجا، بعضیا تا اینجا، بعضیا تا اینجا، همه آغوشته خون ریزه کرده از دستش. نه درد فهمیده است، نه علم فهمیده است. در حسن جمال یک ذره از 100,000 و میلیون هزارها ذرات جمال نور الهی در بالای حضرت یوسف علیه السلام پرتافته شده بود. به همه حتی قصه ها شاهد میشوند که 6 ماه یا 8 ماه گرسنگی را همون دیگه هیچ چیزی نماند. نباشد دیوارها ده همین گندم خوشش قطی لای کردن، دیوار کردن برای ویران نشوه.
برای 7 ساله گرسنگی که خبر آمده است از نزد خدا نجات نشید 8 ماه یا زیادتر یا 6 ماه یا کمتر مردم ها همه تمام شد و بعض طایفه ها را حضرت یوسف میگه سحر میبرآمد یه بار از چهرش نقاب میگرفت اما تماشا میکردن سیر میکردن میرفتن کار بیگه ای کار می آمدن یه بار می برآمد یه سلام علیکشون میکرد همه سیر میکردن و بی‌فرگی و ماندگیشان دور میشد میرفتن خانه هاشون خواب میرفتن علم خدا را بینی معجزه حضرت خداوند جل جلاله را بینی این بینی یگان شک و شبهه نداره و بعضی روایت حضرت بی عایشه رضی الله عنها ناز و نوز کردن در حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این یوسف یعقوبی را علیه السلام اینقدر حسن جمال اینقدر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه بودن شب بوده بعد شام یا بعد خفتن بوده حضرت رسول الله گو ای زلیخا ای حضرت بی عایشه رضی الله عنها پرده بالای جمال ما پرتافتگی ای یک ذره نور ما از 70 برابر نور یوسفی بالاتر و زیادتر به یک روایت سوزنشان غلطی نیافتن یک لبخند کردن یک دندانشان شیرین کردن در روشنی همون دندان حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها مست و مفتون شدن و سوزن از زمین یافتن با دیگر قصه ها و دیگر روایت ها هم هست به یک روایت همین جنده که حضرت رسول الله سیر الهی را نور جمال خداوندی را به دندان ارشاد کردن و نشان دادن سبب شهادت همون دندان شد سبب شهادت همون دندان همین هم برای همون زن آرامش گرفتنش مادر صدیقه و مفسره و محدثه را برای آرامشش که گمان نکنه که رحمت للعالمین حضرت رسول الله گفت که 70,000 برابر حضرت یوسف کنعانی من حسن جمالم زیادتر و بالاتر بالای من گفت به یک روایت 70,000 پرده یا که چند پرده پرتافته شده تا اینکه مردم مفتون نشوند تا اینکه مردم بیهوش نشوند تا اینکه مردم در عشق دیوانه نشوند در محبت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم